سلام حاجی. یه روش خیلی ساده واسه زدن تسک کد مرس همستر، خیلی کار راحتیه. یه نیازی نیست هی بیای ببینی وای این چی بود، بعد اینجا رو میگرفتم، بعد اینجا رو یه دونه میزدم، چی بود داستان چی بود، هی بری نگاه کنی و هی بیای بزنی. ترفنده خیلی راحت بهت میگم، طبق ویدیو پیش برو، خیلی راحت باشه. همه دستگاه کد مرس رو میگیری دیگه، نمیگی که با یادم میره حوصله ندارم برم دنبالش کی بره بگیره. کد مرسش خیلی راحته، فقط تنها کاری که میکنی اگه گوش شیائومی داری این قسمت رو بگیر بکش بالا. خب بگیر بکش بالا، این برنامه ها بیاد. ببخشید، برنامه ها که اومد اول از اون کد مرسه یه اسکرین شات میگیری، بعدش میای مثلا تو ربات همستر دستتو میگیری روی این برنامه، این گزینه شناور اینجا رو میزنی، 2 صفحه، خب تقسیم 2 صفحه اینو میزنی، بعد گالری انتخاب میکنی، یک کوچولی از این وسط میگیری میاری اینجا، خب اینو بزرگش میکنی، خیلی راحت تسکش رو انجام میدی. بیا خب این قسمت میزنیم روی قسمت کد مرس، یه بار زدیم. خب تا اون میزنه تو کانال ما رو سابسکرایب کن و زنگوله رو بزن، لایکم بکن، دمت گرم. یه بار میزنی، یه بار میگیری، یه بار میزنی حرف ال، 3 بار میزنی حرف او، 2 بار، 3 بار میزنی حرف او، یه بار میزنی، 2 بار میگیری، یه بار میزنی. لوپ. این از دست آموزش کد مرس امشب.